یه روزی یه صخره نوردی بوده، کوه داشته میرفته بالا، دیگه به آخرای کوه میرسه، پاش سر میخوره میفته پایین. در حال افتادن بوده یه شاخه یو میگیره، شاخه رو دو دستی میگیره، مل گرفته بوده، همه جا رو داد میزنن خدایا کمکم کن، خدایا کمکم کن. وحی میاد از آسمون که شاخه رو ول کن. میگه بابا شاخه رو ول کنم در دست میافتم میمیرم. دوباره وحی میاد شاخه رو ول کنیم، ول نمیکنه. میگذره سالها بعد رهگذرانی که اونجا رد میشدن میبینن یه جنازه‌ای به یک شاخه‌ای خوش شده، یخ زده، با فاصله نیم متری از زمین. اون مه بوده نمیدیده، انقدر بوده مه بوده نمیدیده. هیچ وقت تو زندگی به خدا شک نکن، هیچ وقت. ببین چیزی که دلی فهمیدی درسته تا تهشو برو، تهش پشیمونی نداره. خدا بعد تو نمیخواد.